خدا داده نعمتم میوهی محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جان پدر بهری من تو بال و پر بچه جانم خدا داده نعمتم میوهی محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جانی پدر بهری من تو بال و پر بچه جانم نوری دو چشمانی من هستی تو نشانی منی ای جهانی من بچه جانم هستی تو دوامی من شادی ای تمامی من بختی بر دوامی من بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم شیرینی من دانایی من خوش زبانم خواهم کی کلان شوی عالمی زمان شوی شخصی با ایمان شوی بچه جانم افتخاری من شوی نامبرداری من شوی ننگواری من شوی بچه جانم نوری تو چشمانی من هستی تو نشانی منی ای جهانی من بچه جانم هستی تو دوامی من شادی ای تمامی من بختی بر دوامی من بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم شیرینی من دانایی من خوش زبانم لا لا لای لا لا لای لای لا لا لای لا لا لای لا لا لای لا لا لای بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم شیرینی من دانایی من خوش زبانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم شیرینی من دانایی من خوش زبانم السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیز شبکه شهنان. امروز جمعه ما با همراهی قهرمان های موردی و البته توفه های ارزنده در طربخانه طاهر بابا در دهه آهلیک شهر سمرقند برای تبریک کردن جشن زادروز 1 سالگی آیت الله و 55 سالگی آرتوخمک که جشن زادروز دارند از نام فرزندشان که عالم جان در شهر مسافرت هستند هم فرزند را هم پدر را در روز خرسندی تبریک میگیم. با ما باشید، با شبکه شهنان رفتیم. شیرین تر از شهد و شکر گردد جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد پدر از شوق دل در کودکی دستی پسر گیرد با امیدی که در پیری پسر دستی پدر گیرد. دوستان عزیز، البته فرزند است که شب و روز با امید نیک برای فرزندان مهنت میکنیم. فرزند است که آرزوی و امیدهای نیک میکنیم. من امروز آرزوی امیدهای نیک عائله آرتوقکه و دلفروز آیتی عملی گشت که امروز زادروز 1 سالگی سنت آیت الله و 55 سالگی یوبیلی آرتوقکه شده ایستاده است. با برابر این امروز برای تبریک نمودن آیت الله، برای تبریک نمودن بابا جان عزیزشان، گروهی
شهنان را دعوت کردند. حالا روی صحنه دعوت میکنیم. مرحبا. پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جانی پدر پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جانی پدر بهری من تو بال و پر بچه جانم نوری تو چشمانی من هستی تو نشانی من منی ای جهانی من بچه جانم هستی تو دوامی من شادی ای تمامی من وقتی بر دوامی من بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم شیرینی من دانایی من خوشتگانم السلام علیکم پدر مادران عزیز، مهمانان این خانواده زیبای آرتوخمک، همه شمایان را به امروزه جشن یک سالگی فرزند عزیزی خاندان آیت الله خوش آمدتان میگویم. امروزه جشن زادروز مبارک، میلاد عمر را مبارک باد میگویم. هم طرف گپ زنیم میشود به حضور آرتوخمک زادروز مبارک. السلام علیکم، میلاد عمر را مبارک باد میگویم. امروز هم شمایا هم این نبیره که توفه پروردگار است تبریکگویی آمده. از آمی که آمدگی باشیم؟ البته از آمی عالم جان که در مسافرت هستند، فرزند عزیزتان گفتند که پیش از همه قبلگاه خاندان ما کتاب پند و اندرس ها نفری که ما را با مهنت حلال با تمام هستیشان که تمامی پند و اندرز است برای ما در زندگی راستی را در حیات در شاهراه زندگی چخل راست زندگی کردن را آموزاندن. پدرم را در جشن زادروزشان تبریک گوید. بعد از آن باشد نبیره شیرینی پدر، البته اولین نبیره شان که امروز آیت الله ما فرزند خاندان، البته شیرینک خاندان ما جشن زادروز دارد، آیت الله را تبریک گوید. آرتوخمک زادروز مبارک، 120 ساله شوید. خدا خواهد همراهی مادر عزیز و زیارت کعبه الله رفته آمده حاجی بابا و حاجیانه شدن برای شمایان نصیب کند. امروز برای شما از نام فرزندان، از نام دو پسر، دو گلروسی نازنین، دخترک نازنینتان شما تبریک میگوییم. برای پدر میگویند برایم بهترین مردی پدر جان، بسد مهرم بپروردی پدر جان، مرا با مهنت و نامی حلالت کلام کردی پدر جان. به دستم هدیه میدادی با شوق، چو میگفتم چی آوردی پدر جان، بخواهم دایما سرسبزی ای تو، نبیند روی تو زردی پدر جان. حاضر که چخیل جوان هستند هیچ وقت به سلامتیشان و خورسندی خوشچقچقیشان چشم نرسد. در سر اوله ما همیشه صاحبان شده تاج سر طلایی ما شده گردن. من در مسافرت گشتم، من چخیل با مهنتی حلالشان کلام کردم، من با چخیل علم آموزاندن، الان خیل با مهری باباگی فرزندی مرا نیز کلام کرده ایستادن. و برای امروزه آیت الله ما گوید که ای پسر اندیشه کن بر راه شیطانی مرو، ای پسر اندیشه کن بر راه شیطانی مرو، با ادب باش و دم از کوی انسانی مرو، حرمتی مادر پدر کن حق است تو بدان، حق پرستی پیشه کن بر کوی ناحقان مرو. خدا کند که امروز آیت الله مانند خودتان ایزی قدمی بابا را پدر را زیر کند و انسان خاکسار و صمیمیش را بابای رسد، نامبردار این اولاد سلاله باشد و از پیشتش فخر کنند این نبیره من گفته نام آهلیک را معروف و مشهور جهان کند. میگوییم امروز آیت الله ما زادروز مبارک، مادر جان‌های عزیز روز خرسندی مبارک، البته دلفزایتی زادروزی نبیره مبارک. دلفزایتی زادروزی فرزند را برای شما مبارک باد میگوییم. خدا کند که دادرک و خواهرکانش زیاد شود و هر با تولد شدن فرزندها شما را عالم جانکا را تبریک گوییم. مادر جانتون همینجا باشن، میخواستم تکلیف کنیم مادر جانی عزیز را. مرحمت. میوهی محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم. معرفت خودش شما را نیز تکلیف میکنیم. مرحمت آنجانی عزیز. امروز
جشن زادروزی ابیره است. مرحمت نزدیکتر میستیم. برای مادران میگویند با دو چشم خیره‌بین نوری کوهستان مادرم، با دو چشم خیره‌بین نوری کوهستان مادرم، شعله از آتش پرستان مادرم. موج موهای سفیدت از سفیدی دل است، با همه پژمردگی سامان بستان مادرم. معرفت خاله، جشن زادروزی ابیره مبارک. امروز از همه انسان خوشبخت، از همه انسان بای هستید که در اطرافتان نبیره و ابیره ها پروانه هستند. خدا کند که در توی نکاحیشان نیز انم خیر برآمده روی صحنه تبریک کردن نصیب کند. امروز جشن زادروزی نبیره مبارک. حفظایتی مانده نباشید. خاندانتان باغچه بچگانه شود. هر سال این خیلی طفلکان نازنین، این خیلی دخترک و پسرک ها به دنیا بیاید و نامهایشان از خاطرتان براید و البته در خدمت شما باشند. برای طفلکان میگویند آفتابکی من شام ما سحر شد، کفتر سپهر از لانه به در شد، برخیز با هم یک جایه باشیم، در کفتران لانه بسازیم، دانی ثوابی خود بکاشیم. امروز از همه پیش ارتقامک را و البته آیت الله را باید تخشیر که تبریک کنیم. مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمده و این برزنگاه خوش آمده تاجی سر نوری دیده تاجی سر و این نبیره که شیرنکم عمره که در روز پستکی تروز و بیکشم در رایی بزرگ ساخ سلامت کار کردیم باباشم تاهاشم چی در دل نیت دارن نیت کاشان جامعه عمل بشه 100 ساله شود باباش ویم عمره که در راست بیاد چی نیت دارن نیت کاشان برسن پشتی نبیره ها آرزوی حواسه و ابنم توی تماشا بینم. هزار رحمت. تشکر میگویم. خدا کند که ارتقامک سالهای آینده با در ختنه نبیره ها شما را تبریک کردن نصیب کنند. بار دیگر زادروزی نبیره مبارک. خاندانتان بزم بالای بزم باشد و البته آنا جانی عزیز را تکلیف میکنیم. از این طرف نزدیکتر میستیم. مرحبا. سعادت خاله شما هم نزدیکتر استید برای نبیره نیت‌های نظر شنویم. مرحبا. رحمت بچه. السلام علیکم مهمانان محترم، خواهر، پسران، دادران عزیز، خواهران مهربان، همه‌تان به این درگاه خوش آمدتان. هر قدمی مونده نوری دیده تاجی سر. این فرصت استفاده برده من آیت الله و بابا جانش را با روز تولدشان تبریک و مبارکباد می‌نمایم. میخواهم که 120 ساله شوم بابای آنها نوره با توی‌های زود، توی‌های من خیلی خوشبختی های بسیاری کنم. خاندانشان فقط توی خونه مرادخانه شود. رکای دور بگشت از تاواش، باباش، انمی بابا جانش، انمی تاوا جانش تبریک مبارکباد می نمایم. الهی عمری دراز بینن، رزق فراز بینن. رکای دور و بچه ها گشتیم، ساق رفته ساق سلامت بیان. همه یافتگیشون همه خیلی روزکای نیک، روزکای امراض بسد کنه الهی. و نیکیلونم خوشت پیر شوند. با نوره ها، ایوره ها، هم خیلی توی های خوشرو کنن. دوستکای عزیز، هم یکاتون با همین توی های اینها ببینید، روزکای نیک ببینید، هماتون خوش آمدید، هر قدمی مونده اومدید، نوری دیده تاجی سر. باید بودم خوش آمدیدتان هماتون. رحمت. هزار رحمت. تشکر. و البته کلینی خوردی خاندان امروز باید شما قرض کنید اوسان را. بعد از چند لحظه ها زادروزی این پری چهره می شود و البته نیت های نیکی ینگش را می شنویم. حاضر مرحمت. السلام علیکم میمونو، خوش آمده به درگاه. میخواستم که مولامک جانم که بیملا جانم 120 ساله شوند، همه وقت خوشی خورسند باشند، سرکم به صاف سلامت گردن همه وقت. آیت الله هم سعد بدرایه همه وقت خوشی خورسندی کدد توی تماشا شوید. رحمت. تشکر میگیم. و البته در اینجا در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین است بهر پدری عزیز، بهر قبلگاه خاندان پیشکش میکنیم برای ارتقامک. خدا کند حاجی بابا شدن برایشان نصیب کند. مرحمت. زادروز مبارک باشد میگیم. کتاب را تاجی سر میکنیم. مبارک باشد. مبارک باشد. زادروز مبارک.
و البته گلدسته های زیبا داریم با افتخار مادر عزیزی خاندان. مرحمت گلدسته را برای آرتقوک میدهیم، برای زوجهشان میسپارن. آرتقوک مرحمت برای دلفزایتی میسپاریم گلدسته ها را. مرحمت مبارک باشد. امروز جشن زادروز آرتقوک گلدسته ها را البته مادر عزیز قبول میکنند. مبارک باشد. خبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جانی پدر بحری من تو دانم و البته شیرینی امشب را میخواستیم و نزدیک صاحب جشن ها نزدیکتر بیارن. یک جای شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم. مرحمت مرحمت همه با یک جای شیرینی را میبریم تناول میکنیم. Потому что день особый زادروز مبارک. календаря Хоть на Мазде, хоть на Порше Хоть на Жигули до Польши Ничего не надо یک تو شمش کنیم کنه یک جویه возле тебя شمش هم کنیم. Ничего не надо больше Просто быть возле тебя مبارک باشد. زادروز مبارک. Рождения, льются поздравления Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать Счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье Чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать Чтобы на твоем столетии все могли позажигать С днем рождения, льются поздравления Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами مبارک باشد. خیلی که برای ما گفتن بعد از چند روز بعد از 2 روز پدری عزیز باز یک بابا جان عزیزی آیت الله طالب بابا که در تافیرت هستند جشن زادروز دارند. جشن زادروزی آمده ایستاده. مبارک باشد. طالب بابا در مسافرت میگردد برای فرزندان در هر کجا که باشد در پناه خداوند کریم باشد و صحت سلامت رفته بیاید. حاضر باشد نیت های نغز و نیکی دل نازبانه را برای پدر عروس و البته آیت الله میشنویم. مرحمت. ассалому алайкум меҳмонон, дӯстон, падарон, модарон. имрӯз шохсатони таваллуд доранд. илоҳим 1 солу 20 сола шаванд, баъд аз он пир шаванд. ба сари мо илоҳӣ тоҷи саромдувогӯи мо шавад. илоҳим биҷоно кайдашон куша пир шавад. илоҳим оятилло бачи нек шавад. дадоҷони манам илоҳим насоҳ саломат биям. هزار رحمت. تشکر میگویم و البته چقدر که در روز خورسندی در جشن 1 سالگی طفلک نازنین کاکلانش را قیچی میزنند. آرتق بابا همراهتان باز یک بابا جان را تکلیف میکنیم. یک جای کاکلانی نازنین امروزه آیت الله را قیچی میزنیم. بگذار عمرش دراز شود. چقدر که در عرفیت ما میگویم در 1 روزگی یا در 1 هفته اینه یا که در 1 سالگیش عقیقه میکنند و کاکلانش را قیچی میزنند. و شادی بابا را حاجی بابا را تکلیف میکنیم. مرحمت. ایوب بخش هر دوی شمایان را حاجی بابا ها تکلیف میکنیم. یک جای کارکلانش را قیچی میزنیم. بعد از آن امروز بزم زیبا را تکلیف میکنیم. مرحبا. طلبک شما را نیز تکلیف میکنیم. مرحبا. طلبک مرحبا. نزدیکتر میستیم. خدا داده نعمتم میوهی محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم بحری من تو بال و پر بچه جانم خدا داده نعمتم میوهی محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم مبارک باشد. زادروز مبارک. تو هستی جانی پدر بحری من تو بال و پر بچه جانم نوری تو چشمانی من هستی تو نشانی من
بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم شیرینی من دانایی من زبانم. خانشانی عزیز، از صحنه رفتنش نیست. امروز جشن زادروزی نبیره، باید که رقص و بازی خورسندی را دوام کنیم. امروز که در خدمت امروز صاحب جشن ها عثمان ویدیو در خدمت هستند، میخواستیم سرودهای شوق و رقصی را یک جای برای امروز صاحب جشن ها تقدیم کنند، یک جای رقص و خورسندی کنیم، شادیانه را امروز با یک درجه اعلی گذرانیم. همه مهمانان را به رقص تکلیف میکنیم. بار دیگر زادروز مبارک باشد میگوییم. خوش آمدن. مرحمت. سرودهای شوق برای شما. نظمی کار سلامتت کی بازن آمدت ای بچه خوش آمدت السلام خوش آمدت نظمی کار سلامتت کی بازن آمدت ای بچه خوش آمدت کجا شما دختر رستگار بیا گله آخ شیرین زمان انا بلن مدوات تاجک
اینک بیننده های عزیز، امروز ما در طربخانه طاهر بابا برای جشن زادروز آیت الله آمدیم. ارتقامک را در جشن زادروزشان تبریک کردیم از مسافرت از نام عالم جان. این لحظه های خرسندی را همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنان رفتیم.